خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. نه ستاره ها می ریزند. ستاره در تیره شب اول با کمی اختصارات در مجله صدای شرق درج گردید. هیئت تحریریه و بالخاص سردبیر آن لایق شیرعلی رمن را خوب پذیرفتند و از محاکمه اولین به چاپ سپاریدند. سال 1983 رمن در نشریات ادیب از چاپ برآمد. صفت کاغذ نهایت بد بود. بعدتر فهمیدم که مؤلف قبلا باید خودش نظارت و پافشاری کند که اثرش در کاغذ خوبتر به چاپ رسد. بسیار دوستان و رفیقانم هنوز از خواندن وریانت مجلوی رمن در ملاقات و به واسطه تلفن درباره رمن سخنهای گرم می گفتند. بعضی برادران مثل محمود اسماعیلی رستنی شناس، کمال افضلی روزنامه‌نگار، ایشان خان نعمانوفی کیمیاشناس، رؤوف برات فیکیولوگ رمن را تعریف و ستایش می نمودند. بعد از 2-3 ماه تقریزی مفصلی ولی سمت چاپ شد که از روی تعامل تنقید ادبی جهت‌های به اصطلاح مثبت و منفی رمن را تحلیل و تجزیه نموده بود. با وجود این همه پذیرایی‌های خوب جامعه می‌خواستم نقطه نظر دایره‌های رسمی ادبی اتفاق نویسندگان در نظر است و تنقید کسبی را دانم. آیا آنها چی می‌گفته باشند؟ ارزیابی خالصانه و منصفانه می شده باشد یا استقبال سرد و مغرضانه؟ متاسفانه در عرصه تنقیدی به اصطلاح رسمی و کسبی نسبت به ستاره خاموشی حکم فرما بود. 20 ینور در روزنامه هم نوشتم: امروز برای خرید کتاب خودم به مگزین نزد وطن در آمدم. در رف مگزین کتاب نبوده است. فروشنده از درون 5 نسخه برآورده داد. کتاب شما و باز یک کتاب را نام گرفت را خیلی خوب خریداری می کنند، گفت فروشنده. منقدان و ادیبان خاموشند، لیکن همین سخنی دخترک گویا مکافاتی بود برای آن رنجی که در تألیف آن رمن کشیدم. سال 1984. باز در روزنامه صحیفه 24 اکتبر سال 1984 را خواندم. چند روز پیش با شکوروف محمد جان سری میز ضیافت صحبت داشتم. او با عذرخواهی گفت که رمن ستاره را تا امروز نخوانده است. شخصی که خود را آموزگار و داور یگانه نسل امروزه میپندارد با نوشتن یک کتاب مشغول بوده است، بعد میخوانده است. دکتر عبدالنبی ستارов روزی گفته بود بسیار نویسنده های روس و غرب در عمر خود 20-30 رمن می نویسند. در ادبیات ما تا امروز دوران سویتی همگی 24 یا 25 گفت رمن به وجود آمده است و متخصصی رقم 1 ما تا امروز رمن مرا نخوانده است. از نشر اولی آن در ژورنال 3-4 سال و از نشر کتاب قریب 2 سال گذشته است. کجا شد غمخواری درباره ادبیات؟ یک ادبیات خرد داریم، همین را هم نخواندن، از حال یکدیگر بیخبر بودن و فقط خود را خواندن و به خود بالیدن. نهایت از دایره های رسمی ادبیات نیز صدا برآمد و بر من بهای به اصطلاح جدی و کارشناسانه دادند. نقل قول. تعجب در آن است که دانشمندان و اشراف روس مثل منصبداران بخاری طولانی و با پرگویی سخن می کنند. این به درک نمودن اصالت مواد فراوانی تاریخی گرد آورده رسول هادی زاده خلل وارد می کند. برابر همین به نماز و صلات متصل مشغول گشتن اشخاص رمن به گسترش واقعه های رمن مانع می گردد. پایان نقل قول. مؤمن قناعت گلاونی فاکتور نداشته. مقاله در اساس معروضه پلنوم 3 اتفاق نویسندگان تاجیکستان تألیف شده است. مجله پامیر 1987 رقم 9.
این بود تحلیل و تقدیر رمن نوی ادبیات تاجیک که در آن دوره مهمترین تاریخ و سرنوشت خلق تاجیک و سیمای نابغه آن دور احمدی دانش تصویر یافته است. در انجمن نویسندگان تاجیکستان در معروضه مؤمن قناعت عیبی باز هم وزنین‌تر به مؤلف رمن داده شد، یعنی گویا من در بسیار جاها خلاف حقیقت تاریخی رفته باشم. البته با چنین تحلیل و ارزیابی‌های نامنصفانه بنده مواسا نکردم. با مؤمن قناعت در این خصوص صحبتی داشتم و او در وریانت مقاله‌اش در ادبیات و صنعت چنین عیبنامه‌ها را تا اندازه اصلاح نمود. امروز صبح گزیده ادبیات و صنعت را دیدم. تصحیح من در قسمی به قول کمبودی اثر داخل شده است و تهمتی به اصطلاح بی‌مورد به عنوان رمن از بین برداشته شد. روزنامه 3/04/86. خدا را شکر که بعضی از منقدان و نویسندگان روس ترجمه تحت اللفظی رمن را خوانده فکر و اندیشه های خالصانه و فرح بخششان را هم به واسطه نامه و هم در مطبوعات بیان نمودند. نویسنده نامی روس الکساندر برشگوفسکی بعد از خواندن دستنویس ترجمه روسی تحت اللفظ تقریض و تحلیل مفصلی به من ارسال داشت. فکر و ملاحظه های وی در مقاله‌ای که به مناسبت جشن 60 سالگی هم نوشته بود مختصر بیان یافته است. از جمله پی بردن دشوار نبود که موضوع محوری احساسات عمده هادی‌زاده، خط قرمزی ایجادیات او احمدی دانش، سیمای او، روزگاری پر از واقعه های پرشدت و گاه بزرگوارانه این شخص بود و هست. چنین جستجوی جانسپارانه، چنین گامی استوارانه به سوی مقصود ممکن نبود که نتیجه جدی و وزنداری به بار نیاورد. در مدت 20 سال مؤلف قدم به قدم به مقام این موضوع راه می پیمود، زحمت می کشید و با جدیت آن را می اندیشید و در نهایت کار جلد اول رمن اپپی سخت بنیاد به نام ستاره‌ای در تیره شب به وجود آمد. آیا به رسول هادی‌زاده خللی وارد گردید که وی در طول سالهای دراز درباره احمدی دانش صدها اگر هزارها نگوییم صحیفه تألیفات تحقیقاتی نوشت؟ اگر خللی وارد شده باشد هم خیلی ناچیز است و آن هم عبارت است از آن که گاها مواد و اسناد تاریخی از بودش زیادتر آورده می شود و بعضا مؤلف پرگویی می کند گویا به نیرو و امکان سخن بدیعی و مندرجات به مثل مانند حیرت آوری آن کمتر باور دارد. با وجود همین ما صاحب کتابی شدیم که در آن مضمون و اختلافات پرگره دوره مرکب تاریخی بار اول حقیقت گرایانه عکس یافته است. مجله پامیر 1988 شماره 4. بعد از چند در مجله معتبر لیتراتورن ابزرینی مسکو مقاله خانم منقدی به من ناشناس کاستراژفسکیا چاپ شد. مقاله با این جمله شروع می شود: در پیش نظر ما فضای بزرگ، گوناگون رنگ و پرجاذبه شرق مسلمانی عصر 19 امارت بخارا. پایان اقتباس. مؤلف با مهر و محبت و سخنهای گرم رمن را تحلیل و ارزیابی می کند، اشخاص گوناگون و واقعه های زمان را به خواننده شرح می دهد. در این ضمن به عنوان مؤلف اشارتاً بعضی مبالغه ها می کند. نقل قول: حکیم آییم حکمروا مادر امیر به دست یک پسر کشته شدن پسر دیگرش را چگونه از سر گذرانید. از دایره حکایت رمن بیرون می ماند. اما این زن نسبت به نصرالله مهر و دلگرمی دارد. هر روز و هر ساعت او را دعا می کند. سوژه شکسپیری. پایان نقل قول. احمد دانش الوزوشن مجله مذکور 1988 شماره 5.
عموما در دایره ادبی به تاجیکان و تاجیکستان نزدیکی مسکو از رمن استقبال خوش کردند و در صدد آن شدند که به روسی هرچه زودتر چاپ شود. دوستی فقیدم یوری سوروفسف از لنینگراد ولنتین توبلین نام نویسنده و ترجمان را برای ترجمه رمن پیدا کرد. پس از زحمت 2 ساله رمن با نام زوزده و مگله سال 1986 در نشریات سویتسکی پیساتل از چاپ برآمد. البته در تاجیکستان هم بیرون از دایره تنقید ادبی و دایره رسمی ادبیات شخصانی با نفوذ فکر و ملاحظه های خوب نسبت به رمن اظهار می کردند. در صحبت میرشکر گفته بود این رمن نه فقط برای امروز بلکه برای فردا و آینده نوشته شده است. روزنامه 29/07/87. شادروان ساتیم اولغزاده در محفل ادیبان و دوستان در خانه نیازی 2 می سال 85 به تشبث خود سخن پرسیده و سلامتی من و برای رمن قدح پیشنهاد نمود که برای من غیر چشم داشت و در عین زمان خیلی گوارا بود. از سال 1984 در فکر و خیال نوشتن رمن دوم دوام ستاره در تیره شب بودم. طرح و مندرجه رمن در لوح تفکر پیدا شده تدریجاً تشکل می یافت. 8 ژانویه 1984 در روزنامه نوشتم مراسم چلی احراری بود. با اولغزاده و عبدالرزاق غفاروف رفتیم. اولغزاده بیگاه ما را به خانه دعوت کردند. قریب تا ساعتهای 10 شب نشست کردیم. رحیم هاشم در ضمن صحبت بارها تکرار می کردند که ساتیم قلم براست وقتی چیزهای کلان نوشتنی توست. اما اولغزاده هر بار عذر می آوردند که حوصله نیست. به من مراجعت کرده گفتند شنیدم که شما دوام رمن را نمی نویسم گفتید. هرگز این کار را نکنید زیرا کتاب دوم باید از اولش بهتر باشد. گفتم که من به کسی این سخن نگفتم. قسم دوم یعنی کتاب دوم رمن را حتما خواهم نوشت. وقتی خیر و خوش هم تأکید کردند که من باید کتاب دوم را نویسم و من از عزم قطعی خود گفتم. ساتیم اولغزاده در موردهای مناسب با خصلت کم گفتن و بسیار دانستنش درباره رمن فکر روشن و قاطع و مثبت خود را می گفت. بار رجب امانوف در ضمن مقاله از پرگویی و دیالوگ‌های بسیار رمن عیب‌جویی کرده بود. به این مناسبت مخبر از اولغزاده فکر او را پرسید. اولغزاده گفت من رمن را در دستنویس خوانده بودم. قلم نویسنده به قوت و براست. دوره زندگی احمدی دانش را همه جانبه به رشته تحقیق بدیعی گرفته است. درازی بعضی پاره ها ارزش رمن را کم نمی کند. هر یک نویسنده اسلوب خاصی خود را دارد. کمسمال تاجیکستان 9 دکبر 1987. فکر اولغزاده را چون بهای خالصانه و غمخوارانه درباره ادبیات قبول نمودم. ما با ایشان هرچند دوستی و رفاقت داشتیم در تمییز حق و باطل سخن ریا نمی گفتیم. اولغزاده به حیات کودکی من سال 1939 داخل شده بود. روزی در یک مجله ادبی سلین آباد مقاله او را درباره جورج گوردن بایرن خوانده خیلی متأثر شدم. از کتابخانه یزنه مسعود خواجه بهبودی کتاب شعر شاعر را پیدا کرده روسی را دانم ندانم زور زده خواندم. دیرتر رمن زنبور را خواندم. حیات ارتور و نبرد و عشق وی در لوح احساس نورسیم سخت نقش بست. ترجمان اثر اولغزاده بود. برابر مضمون زبان اثر نیز کس را مفتون می کرد. گمان می کردم اثر را نه واینیش بلکه ساتیم اولغزاده نوشته است. بعد از چند سال اولغزاده را در تاشکند در مهمانی فاتح نیازی دیدم. این آشنایی هرچند طولانی نبود اما چطوری که میگویند همانا در همین جا به قول معروف ستاره هایمان به یکدیگر راست آمد و بین ما مناسبت گرم به وجود آمد. پیش از این قلم ایشان در دل جوانم مهر بیدار کرده
و اکنون صورت دلکش آن کس این مهر را گرمتر و الفت پذیر نمود. اولغزاده قد بالا و موزون و چهره سفید زیبا داشت. مویهای سیاهی کمی مرغول آمیزش ستاره او را گرم و مرغوب می کرد و شخص ظاهراً آرام بود. به تأنی سخن می گفت، با فصاحت گپ می زد، در مجلس و محفل کمتر الفت و انس ظاهر می نمود. این خصلتش او را در نظر متکبر نشان می داد، ولی در حین صحبت می دیدید که فروتن است. به کسی فکر و عقیدهش را بار نمی کرد. نظری هم صحبت را به احترام و همدلی قبول می کرد. باری از تلفن در ضمن صحبت به فکر ایشان در ارزیابی شاهنامه ناموافقی خود را گفتم. اولغزاده از طرف خود در تصدیق فکرش آرام و به تأنی دلیل می آورد. بعد از 2 روز در مجلس با هم رویاروی آمدیم. تبسم کنان با من سلام کرد و گفت واقعا شما آن روز به این جانب درست ایراد گرفته بوده اید. از آغاز سالهای 50 مرحله شکوفایی ایجادی اولغزاده شروع گردید. در این سالها وی چند قصه و رمن، سناری و نمایشنامه ها نوشت. همسر او کلاودیا اولغزاده بلاگویشچنسکایا، زن شرقشناس و دانشمند خوب زبان تاجیکی، به کارهای ایجادی شوهرش یاری میداد و خود هم در تیار و ترجمه نمودن نثر فولکلور تاجیک فعالیت داشت. کاتب کمیته مرکزی حزب تاجیکستان الجبایف نسبت به نویسنده مناسبت خوب داشت. برای اقامت عائله‌اش به اولغزاده از محله نوی ساکنان خادمان علم و صنعت حولی وسیع و خوش آب و هوا تخصیص نمود. به نظرم این سالهای بهترین زندگی شخصی و فعالیت ایجادی ساتم اولغزاده بود. سال 1964 همسر مهربان و بانی روزگاری نویسنده خانم کلاودیا در اثر بیماری ناگهانی سرطان از عالم گذشت. هنوز داغ مصیبت فوت همسرش از دل نرفته بود که باز بلای ناگهانی به سرش آمد. بعد از 2-3 سال درگذشت خانم کلاودیا، فرزند ناقابل آنها، دانشجوی دانشگاه مسکو، غیر چشم داشت پدر، به انگلستان فرار کرده از حکومت آنجا پناهگاه سیاسی جست. چنین اقدام بیباکانه در آن سالها خیانت نابخشودنی محسوب می شد و نکبت آن داغ لعنت برای عائله بود. در اثر گناه فرزند، اولغزاده را از صف حزب کمونیستی خارج کردند. نام اولغزاده به سان نویسنده به زبان گرفتن نمی شد. چاپ کتاب و نمایش درام و فیلم های وی ممنوع گردید. نویسنده نه تنها گرفتار تعقیب سیاسی بلکه از منبع تأمین زندگی نیز محروم شد. وی به مسکو به منزل همسری نوش رفت و در همان جا برای تأمین معاش به ترجمه و کارهای ایجادی مشغول گردید. در این سالها رمن دانکیخوت و سرگذشت اولنشپیگل را از روسی به تاجیکی گرداند. ترجمه زنبور واینیچ را با تجدید نظر به طبع رسانید. نقل منصور شاهنامه فردوسی را در 2 جلد از چاپ برآورد. این همه کارهای کلانی مفید بود که کسی دیگر در سطح اولغزاده انجام داده نمی توانست. اولغزاده هم اگر با همان شدت و غیرت پیشین به ایجاد قصه و رمنها مشغول می شد، گمان است که این کارهای زمینی و طفیلی را به عهده گیرد. در اول سالهای 80 عصر گذشته باری به دیدار اولغزاده به منزل مسکوی او رفتم. اولغزاده به وضع نوی خود همانا عادت کرده بود که خیلی آرام و خوشحالانه صحبت می کرد. بیشتر درباره ترجمه دانکیخوت و بزرگی سروانتس گپ می زد. اشاره به نقشه های ایجادی خود نمی کرد. من هم در این موضوع به خاموشی می گذرانیدم. لیکن در دل هیچگاه باور نمی کردم که این شخص ایجادکار و دانشمند آرزوی تألیف قصه و داستانها را ترک کرده باشد. در همین سالها بود که اولغزاده به دوشنبه بازگشت و در حولی واقع در همسایگی نویسندگان
باز اقامت اختیار کرد. گرفتاری و مشغولیت‌های از حد زیاد امکان نداد که به مبارکبادی بازگشت وی روم. نهایت فرصتی برای دیدار دست داد که آن را در روزنامه ثبت کردم. روز کمی استراحت کرده بیگاهی به خانه اولغزاده با فریدون رفتیم. نسخه از رمن ستاره‌ای در تیره شب را به آن کس تقدیم کردم، زیرا خواننده اولین مسوده من آن کس بودند. بعد هر دو از هر در صحبت کردیم. چندی از شعرهای خود را به آن کس خواندم، از جمله مخمس بر غزل حافظ را. آن کس هم از بعضی شعرهای خود خواندند. از کارهای ایجادی باشد، بجز چیزهای خرد به یگان چیزی کلانی بدیعی دست نزدم گفتند. فردوسی را رمن کردنی بودم، اما غیر از افسانه و روایت ها فکت های دقیق کم به دست آمد. درباره این شخصی بزرگ از افسانه و روایت ها رمن ساختن خوب نیست. بنابراین از این کار دست کشیدم. 21/11/83. بعد از این اولغزاده چند بار به اینستیتوت می آمد و در کابینت من از زمان محمود غزنوی و محیط ادبی آن دور گپ می کشاد و بعضی اطلاعات و سندهایی از مأخذها خوانده‌اش را نقل می کرد. حس می کردم که او در این مسئله فکر و عقیده مرا دانستنی است و آنچه در این موضوع معلوم بود به ایشان می گفتم. پی بردم که از نقشه نوشتن داستان فردوسی بالکل دست نکشیده است. مدتی گذشت و رمن فردوسی در مجله چاپ شد و بعداً کتاب هم شده برآمد. این کتاب را به جایزه دولتی رودکی پیشنهاد کردند. اولغزاده باور نداشت که کتاب وی جایزه می گیرد. به من از این خصوص درد دلش را گفت. آن وقت این جانب کاتب علمی کمیته جایزه رودکی بودم و روحیه مثبت کمیته به من معلوم بود. اولغزاده را آرام می کردم که کتاب حتما سزاوار جایزه خواهد شد. در واقع هم اعضای کمیته به یک رأی رمن نویسنده را سزاوار جایزه رودکی دانستند. این واقعه در حیات اولغزاده گردش بزرگ و فرح بخش به سوی احیای روحانی و ایجادی بود. اولغزاده در راه نوی زندگی اکنون قدم گذاشته بود که واقعه های خونین ماه فوریه 1990 به وقوع آمد. قوه های روی آب برآمدند که گویا تاجیکستان را به راه آزادی ملی و دموکراسی هدایت می کنند. جوانانی به میدان آمدند که دیروز خود را مبارزی ساخت شوروی و عقاید کمونیستی می شماریدند و اکنون یکباره منادی آزادی و به اصطلاح خودشناسی ملی گردیدند. چندی از این جوانان گرد اولغزاده گشته او را به سان قربانی بی‌عدالتی دوران شوروی حسابیده از وی برای خود بیرق ساختنی شدند. اولغزاده هم بیخبر از اصل هدف آنها به همت ملی و دموکراتی خواهی آنها میل داشت. باری در روزنامه با یکی از این جوانان به اصطلاح نوبرآمد صحبت او را خوانده زود تلفن کردم. گفتم که مرتبه و منزلت شما بالاتر از آن است که با چنین شخصی هم صحبت باشید. دیری نگذشت و واقعه ها رنگ فاجعه‌ای گرفتند. بالای آدمان بیگناهی نادانسته به این طرف یا آن طرف مایل شده خطری جان تهدید می کرد. اولغزاده باز به مسکو کوچ بست. از اقامتش در آن شهر 1 سال نگذشته خون به سرش زد و فلج شد. زیاده از 2 سال بستری بود. ناجنبان می خوابید. درست گپ زده نمی توانست. بعد از فوتش با فرمان پرزیدنت امام علی رحمانوف جسد او را به دوشنبه آورده با پاس و احترام شایسته به خاک سپردند. حیات اولغزاده را گاهی به اندیشه و تفکر از پیش نظر می گذرانم. این شخصی آرام و وزنین یک عمری پر از تشویش و تهلوکه را سپری نموده است. در کودکی تلخی، یتیمی و بیپرستاری، بعد جستجوی حیات نو به واسطه تحصیل و آموزش در مکتب‌های نو. هنوز میوه این زحمت ناچشیده سالهای 37 و 38 پر دهشت می آید.
میگویند که در سرکوب نمودنی به اصطلاح دشمنان خلق، اولوغزاده از سلسله جنبانان پلیس مخفی بوده است. باری رحیم هاشم گفته بود: رسول خان، شما باید دانید و در یگان جا نوشته مانید که ساتیم در گیر و داری بسیار کسان از جمله من هم در آن سالها دست داشت. بعد از این گپ محرمانه رحیم هاشم، در شماره 2 اکتبر سال 1937 روزنامه تاجیکستانی سرخ مقاله کلان اولوغزاده را به مقابل دشمنان خلق خواندم. اکثری آنهایی که اولوغزاده نام میگیرد یا در حبس بودند یا حبس کرده شدند. بعد از چند وقت همین حمله به سر خود اولوغزاده می آید و می گویند که او از ترس حبس و قید به طرفهای قزاقستان فرار کرده بود. من شخصا در آن سالها در به اصطلاح کارهای سخنچینی و جاسوسی کسی را عیبدار نمی دانم. سالهای آمدند که همه دنگ و گرنگ شدند. دیده ها نابینا، گوش ها کر و دل ها پر از غژاوه بود. و آنها می گفتند و آنها عمل می نمودند، ولی نمی دانستند که چی کار می کنند. اولوغزاده چنین حیات پرشور را به سر برد و عاقبت به زیر خاک به آرامی ابدی رفت. ولی از زیر خاک گویا صدای او می رسد: اشک یک لحظه به مژگان بار است، فرصت عمر همین مقدار است. مرده هم فکر قیامت دارد، آرمیدن چقدر دشوار است.